بازیگران دسته‌های روشن و ایسا روشن رو یک جوی استقبال میگیریم که عضوی ورزشگاه میشوند و اکنون مخلصان کمی که در ورزشگاه نیز هستند. اینجا میبینیم که تغییرات زیاد انجام داده شد. حالت دسته روشن رو اکران‌های ما و شما پیدا میشود که در ادامه من مفصل‌تر بازیگرانی که در حیط ذخیروی نیز هستند. اینجا بمری اول سیستم ور فاول است و همه بازی دور اول نیز مستقیم طریق شبکه در دوره بازی دور اول دو بازی برگزار شد. روز 7 مارس در بازی افتتاحی و صدای شکش رو بلند میکند و بازی دسته نیز از مرکزی میدان شروع می شود. بیاید اکنون دسته روشن در آغاز بازی هجوم دسته سروشن بیاد متوجه میشیم با همین هجوم دسته سروشن. بسیارم یک فرصت خوب هست و اینجا اکنون امکانیت پیدا می شود یک در هم بر همی در داخل جریمه گوی دسته روشن و چگونه یک امکانی خوب بود برای بازیگران دسته سروشن تا حساب رو نسان. و بیاد همین هجوم دسته روشن متوجه میشیم فرصت هم هست ضربه زده می شود و اینجا کسی نیست که فرصت برای بازیگران دسته روشن پیدا می شود. بیاد متوجه میشیم با همین فرصت ضربه زده می شود و اینجا چگونه یک امکانیت خوب از این پیش باشد آنها در لیگ یکم بازی کرده بودند. کوشش‌های بازیگران دسته روشن فرصت پیدا می شود ضربه و گل. حساب 1-0 دسته روشن اکنون در حساب پیش میبراید و ببینید که چگونه و اولین گل خود را اکنون به ثمر میرساند. آینواله بختاوری خورشید بود و بسیار خوب اینجا بختاوری خورشید توپ را تبدیل شرطنامه کرد. حالا بازیگر مذکور در حیط ذخیروی است. هجوم دسته سروشن بسیار خوب و اینجا اکنون توپ را داشته میگیرد یوگینی گریتسن. فرصت برای بازیگران دسته سروشن اینجا قاعده بازی بران شد یا نه؟ سوربون ریاسف و اکنون خودی زنگ دولتی بحث برانگیز اینجا به میان میآید و ما باشیم توجه میکنیم به اینجا با ضربه جریمه به اشاره میکند زین دینوف و اکنون اینجا آگاهی کورتی سرخ و دروازه‌بان دسته روشن نشان داده می شود با یوگینی گریتسنکو برای همین عمل کرده که در میدان داشت بیرون از خط گل دست بازی کرد و کاپیتان دسته روشن داور اجازه میدهد ضربه هم زده می شود و توپ در داخل دروازه روشن است. حساب 1-1. سهراب بردیف اکنون در دقیقه 35 دسته روشن انجام داده می شود که هر دو تغییرات نیست تغییرات اجباری است و ببینید که سمت توپ رو درست پیخاز کرد. اینجا محمد ربی رحمت الله فرام خوب بازی میکنه در همین فرصت. اندری مارکوویچ پسیو به داخل جریمه گفت فرصت هم هست و اینجا با کجا ضربه میزند بازیگری دسته روشن. دسته روشن توسط کناری راست میدان مارکوویچ بسیار هم خوب فرصت هست برای بازیگران دسته روشن. بیاد متوجه میشویم و اینجا کسی نیست که همینجا ضربه زنده. ضربه زده می شود از جانبی عبدالرحمن ناظیموف و توپ باشد به پهلوی دروازه بر میخورد. یک فرصت دیگر برای بازیگران روشن و اینجا مارکوویچ هجوم دسته روشن آینواله پسیو به داخل جریمه گفت فرصت هست ضربه هم زده می شود و اینجا سیفولی از جانبی شهزاد شمس‌الدینوف دروازه‌بان دسته ناظیموف. مارکوویچ فرصت هست برای آینواله و اینجا اکنون این بازیگران در چمپیونات اروپی شتورا صدای شکی داوری اساسی و خوری سیاجان زین‌الدینوف از انجام بازی میان دسته روشن و ایسا روشن بالا میشد. بازی دست به نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت. سایت دسته روشن گل زد.